با نام و یاد خداوند یکتا و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی که نام خدای حال خوبه و گفتنش بین ما آدم ها حال خوب رو برمقام میاره. همین الان نازنینم شب شما بخیر باشه. آرزو میکنم که حالتون خوب باشه. امروز تا به این لحظات آرامی پشت سر گذاشته باشید و در ادامه هم شب آرامتری پیش روی شما باشه. دیدید وقتای صبح بلند میشیم، مثلا از شب قبلش با خودمون فکر کردیم یا تصمیم گرفتیم فلان کار رو انجام بدیم یا یه جای خاصی رو باید مراجعه بکنیم و یه کاری رو پیگیری بکنیم، اما با خودمون صبح که بلند میشیم میگیم امروز حسش نیست، امروز اصلا انرژی ندارم این کار انجام بدم، اصلا انگیزه لازم رو ندارم. جملاتی که به ذهنمون میاد و مانعی میشه که ما اون روز بتونیم اون کار رو انجام بدیم یا تصمیمی که گرفتیم رو در واقع جامعه عمل بهش بپوشونیم. واقعا چی باعث بی‌انگیزگی تو زندگیمون میشه؟ امید و انگیزه هیچ کسی نمیتونه نقش موثرش رو در زندگی انکار بکنه. واقعا موتور محرکه هر کاریه. اینکه چطور انگیزه هامون رو بتونیم مدیریت کنیم؟ آیا این انگیزه ها درونیه، بیرونیه؟ راجع به این جزئیات کارشناس محترم برنامه به خوبی توضیح خواهند داد. جناب آقای دکتر نودهی عزیز که روانشناس هستن و مدرس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله به مفصل و با تمام جزئیات این رو در طول برنامه انشاءالله وقتی گپ و گفت اختصاصیمون آغاز بشه بررسی خواهیم کرد. امیدواریم که راهکارهای خوبی بهمون ارائه بشه که بتونیم ازش استفاده بکنیم. 3034 که یادتون نرفته راه ارتباطی ما و شماست. هر لحظه که اراده بفرمایید در 24 ساعت شبانه روز به روی شما باز هست. قدم بدیده لطف می‌فرمایید از همین حالا دست به کار بشید، گوشای همراهتون رو بردارید، پیغام بفرستید. این برنامه حتما میخونم. اگرم یه وقتی فرصت نشد که بهشون همینجا بپردازیم نقدن، قطعا در طول هفته و شب‌های بعد که در خدمت شما هستیم دربارش صحبت خواهیم کرد. متشکرم از همراهی شما. میریم یه نماهنگ با هم تماشا میکنیم برای تلیه برنامه و با انرژی و با انگیزه برمیگردیم برای آغاز گفتگوی امشب. تهران سربی و دوده اینجوری که اولش نبوده، بیایم بسازیم شهر رو دوباره، روزای آبی نزدیک و زوده، آسمون شهر گواهه اینجا جای خنده ماهه، مدود و بوق و صف و شلوغی، روزای پاکی چشم راهه، تهران و خاطره هاش، تهران و حال و هواش، تهران رو رها کنیم از دود و از سر و صداش، تهران و خاطره هاش، تهران و حال و هواش، تهران رو رها کنیم از دود و از سر و صداش، از دود و از سر و صداش.
خاطرات و روشن نیست. تهران تهران قلب و جان میهن منی. تهران و خاطره هاش، تهران و حال و هواش، تهران رو رها کنیم از دود و از سر و صداش. تهران و خاطره هاش، تهران و حال و هواش، تهران رو رها کنیم از دود و از سر و صداش، از دود و از سر و صداش. جناب دکتر داوود نوده‌ای در واقع روانشناس و استاد محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله حال حاضر هستن در استودیو حال خوب. خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب بخیر. خیلی خوشحالم. به نام خدا من هم خدمت شما و همه همیهنان عزیز سلام عرض می‌کنم. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. امیدوارم مباحث مفیدی داشته باشیم. زنده باشید. این تبسم شیرین شما از همون خوشحالیه داره. آره نشان داره و الحمدلله. تو موضوع امشب ما خیلی موضوع جذابیه. یعنی ما خیلی وقتها بلد نیستیم در لحظه زندگی بکنیم و حال خوبیه که میسوزه و میره و قدر ندونستیم. مثلا یه جای خوبی رفتیم برای تماشای مناظر خیلی خوبی، حالا رفتیم طبیعت گردی و البته که میتونه ثبت این لحظه ها شیرین باشه برای ما. یا مثلا رفتیم یک مسابقه تماشا بکنیم، اینقدر که درگیر ثبت میشیم وقتی از اون لحظه غافل میشیم. حالا یک مثال برای تقریب ذهن عرض کردم. ما چیکار بکنیم تو بزنگاهایی که داره حال خوبه اتفاق میفته بتونیم 100% استفاده بکنیم از اون فضا؟ بله. ببینید مهمترین مسئله اینه که همونجوری که گفتید ما در لحظه حال نیستیم، چون یه جای دیگه هستیم. و اون جای دیگه کجاست؟ یا مشغول سیر در گذشته ایم یا داریم به آینده میریم و به آینده داریم فکر میکنیم. مثلا یه اتفاقی تو اداره افتاده، من ذهنم مشغوله، همزمان پارکم رفتیم و من دیگه بچهای خودم رو نمیبینم. لذت بردناشون، تفریح کردناشون رو نمیبینم. چرا نمیبینم؟ چون حواسم یه جای دیگه است، در گذشته است. فلان همکارم چرا این حرف رو زد، فلان کس چرا این کار کرد. ای کاش در گذشته این تصمیم رو نمیگرفتم، ای کاش فلان کار رو انجام میدادم. اگر فلان کار رو انجام میدادم الان از نظر مالی خیلی رشد خوبی داشتم. حالا بچه‌ها دارن تو پارک بازی میکنن، منم اومدم مثلا باشون تفریح کنم. در لحظه حضور ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه دارم افکار گذشته رو نشخوار میکنم. تو روانشناسی یه اصطلاحی داریم میگن نشخوار فکری. که در وسواس‌های فکری این بیشتر وجود داره و هی به گذشته فکر میکنن یا به آینده. یعنی ترس‌ها و نگرانی‌های آینده که حالا چی خواهد شد میخواد بشه، نمیدونم پول مدرسه بچه رو از کجا میخوام بیارم. چیکار کنیم خب به هر حال اینا واقعا هست دیگه. یه سری نگرانیه که با ما همراه دست خودمون خیلی وقتا همون واژه شما رو بکنم. این نشخوارها واقعا ارادی نیست، غیر ارادی بر اثر استرس‌ها به ما حمله میکنه. ما خودمون هم خیلی وقتا گرفتار ایناییم. دلمون میخواد بزنیمشون کنار و لحظه لذت ببریم. اما اون نکته که شما میخوایم بشنویم اینه که چطوری مدیریت کنیم. ببینید خیلی مهمه که ما از گذشته درس بگیریم و برای آینده برنامه داشته باشیم، ولی در لحظه حال زندگی کنیم. این که شد رو کتابش. اگر من بتونم توجه خودم رو به جزئیاتی که در لحظه داره اتفاق میفته، توجه هم رو بیارم در این لحظه، در لحظه حال، و این رو تمرین کنم. این چیزی که دارم میگم که توجه بیاریم در لحظه حال، گفتنش ساده است ولی عمل کردنش بسیار سخته. حالا من یه مثال بزنم ببینید که من موفق بودم یا نه. من تلاش کردم از یه سنی به بعد خیلی تلاش میکنم در لحظه زندگی بکنم. مثلا یه کار خیلی ساده، آشپزی خوب که آدم انجام میده. من خیلی آشپزی رو دوست دارم، خیلی هم انجام میدم. موقع غذا خوردن سعی میکنم به جزئیات، همینه که شما گفتید، به بشقابم. اصلا ما آیه شریف قرآن میگه فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی به جزئیاتش توجه میکنم. حتی وقتی خودمونی من میز چیدم، یعنی خانواده خودمون هستیم و شاید حالا مهمانی هم ندارم اما یه تشریفات خاصی براش قائلم،
همون جذابیت‌های بصری باعث میشه که حال خوب همون میز شامه مثلا تو ذهنمون بمونه. دقیقاً، آفرین. مثلا اینو رو تکرار دیدم الان الگو شده برای من. دقیقاً. و به بقیه اطرافیانم هم سرایت کرده، یعنی دقیقاً. شده یه رسم انگار. دقیقاً. یعنی همین تمرین‌ها سایر تو. مثلا قرمه سبزی بارها پختید، بارها کنار هم دیگه قرمه سبزی خوردید. به به. اگر ما بخوایم به کلیتش نگاه کنیم میشه یه چیز تکراری. ولی هر قرمه سبزی که پخته میشه دور هم دیگه خورده میشه، اگر ما به جزئیات توجه کنیم، به جزئیات چینشی که در سفره است، به جزئیات طعم اون غذا در اون لحظه، اون قرمه سبزیه توجه کنیم. یه استادی بود میگفتش که من هر موقع رستوران میرم چشامو میبندم غذا میخورم. میگه به خاطر اینکه موقعی که چشتون رو میبندید تمرکز بیشتر میشه. شما لذت غذا، یعنی رو حس طعم چشایی غذا رو تمرکز میکنه ایشون. بیشتر حس میکنید. چه عجیب. خب شما موقعی که غذا بخورید، این غذا رو کی پخته؟ بهش توجه کنید. این غذا، طعم غذا، رنگ غذا، بوی غذا، همه اینها زمانی که من نشستم دارم غذا میخورم، اگر بهش توجه کنم میتونم دریافت کنم و لذت ببرم. ولی اگر در اون لحظه هی به این فکر میکنم که به فلان کس باید زنگ بزنم و سریع شامو بخورم که برم بهشون زنگ بزنم. حالا زنگ زدم دارم با اون فرد صحبت میکنم. خب آقا شما داری صحبت میکنی، خانم شما داری صحبت میکنی، حداقل دل بده به این صحبته، در لحظه حضور داشته باش با اون کسی که داری باهاش صحبت میکنی. ولی تو همون لحظه هم به این فکری که وای ایمیلامو باید چک کنم، فردا نمیدونم لباسای بچه‌هام باید آماده کنم. ما مهمترین مهارتی که میتونیم داشته باشیم در طول زندگیمون، از بین تمام مهارت‌های زندگی، مهمترین مهارتی که باید همه چیز ول کنیم بچسبیم بهش، اینه که بتونیم در لحظه حضور داشته باشیم. در لحظه حضور داشته باشیم. من موقعی که با مادر خودم صحبت میکنم بتونم در واقع تمام حس مادرانه رو، آنچه که در چهرهش دارم میبینم، خطوط صورتش که نشان از تجربه یک عمری داره که او در زندگی داشته، تمام اینها رو در لحظه بتونم تجربه کنم. گاهی حتی ما همدیگه رو خوب ندیدیم و خوب نمیبینیم. من همیشه مثلا به مراجعینم میگم یک بار برو دقیق به چهره پدرت نگاه کن. نگاه کن به چهره فرزندت، نگاه کن. همون لحظه که داری نگاه میکنی اومده در لحظه حال و الان لذت میبری. این فرزند توه. و تمام ملاحت ها، زیبایی ها، اینو میتونی درک کنی. موقعی که شما دارید یک کتاب میخونید، من دارم یک کتابی رو میخونم، اگر در لحظه حضور داشته باشم از این کتاب لذت میبرم. ممکنه یه روشایی رو یاد بگیرم، مثلا یه چیزایی مایند مپ یا طرح شبکه‌ای، نقشه ذهنی. مثلا من خودم موقع مطالعه، موقعی که این کارو میکنم اصلا دیگه صدای اطرافو نمیشنوم. یعنی باید بیان لمسی تکونی بدن تا من شما فکر از آدمای تمرکز جمع اینا ایدیتور که یه کاری انجام میدین. خیلی چقدرم گاهی اوقات خدای نکرده معاشرت با این آدما سخته. منم تو اطرافیانم دارم که اصلا هر چی هم صداشون میکنی اصلا هوش نیستن. ایدیتور اینکه فرمودین که به جزئیات چهره دقت کنیم، خیلی نکات زیبایی. یعنی به عنوان ثواب در دین ما بهش اشاره شده که به چهره پدر مادر نگاه کردن در واقع ثواب، یعنی و برای شما حسنه نوشته میشه. دیدن کعبه، خانه خدا برای شما ثواب. اینکه دریا رو بشینین نگاه کنی برای شما ثواب می‌نویسن. اینا واقعا ریشه در همین حال خوبه داره. اینکه ما حضور داشته باشیم. یعنی حضور یعنی توجه ما اونجا باشه. حافظ میگه حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. تویی که غایب میشی، تویی که میری. ما که با مادر صحبت میکنیم، با پدر صحبت میکنیم، با همسرت صحبت میکنیم، آیا با تمامیت وجود حضور داری یا نه حواست هزار جای دیگه است؟ حواست به موبایل، حواست به تلویزیونه و نمیشنوی که طرف مقابلت چی داره میگه. تازه ما یه استادی داشتیم خیلی حرف قشنگی میزد، میگفتش که شما نه فقط باید شنیده های طرف مقابلتون رو بشنوید، بلکه ناگفته هاش رو هم باید سعی کنید بشنوید. اصلا هنر همونجاست. و اگر شما شما اگر در این لحظه با طرف مقابلتون حضور نداشته باشید،
اون ارتباط روحیه و اون ارتباط روانیه برقرار نمیشه که شما حتی ناگفته های او رو بشنوید. کتابی که میخونید، همین استاد میگفت کتاب مطالب بین خطوط خیلی بیشتر از مطالبی که روی خطوط نوشته شده. یعنی ارتباط بین این مطالب رو شما بتونید درک کنید و این منوط به چیه؟ منوط به این که ما تمرکز خودمون رو بتونیم تقویت کنیم. یعنی باید عادت بدیم آیدیتو ذائقه‌مون رو که مقدار دچار پرش شده متاسفانه عادتش بدیم روی این تمرکزه که میگید. همین حالا خواهش میکنم که هر چند نفر که هستید کنار همین به همین توصیه‌های دکتر و این تمرینی که امشب به ما دادن برای اینکه بتونیم همین تمرکز رو دقیق کنیم، لطفاً به چهره همدیگه خوب نگاه کنید. یک فرزند نازنینتون دم دستتونه، اگه همسر عزیزتون هست، مادر پدر اگه نزدیکن که چقدر خوب. یه خطه با همدیگه نگاه کنیم، به جزئیات تصویر صورت ماهتون نگاه بکنید. اگه خال و خطی چیزی هست تا الان ممکنه از نظرتون مخفول باقی مونده باشه، اینها رو به خاطر بسپاریم. بریم سراغ راهکارهای بعدی های دکتر. چه بکنیم که همین در واقع این هجوم این افکاری که ما خیلی هم دوستشون نداریم، واقعا هم خودمون دلمون میخواد نقطه بذاریم و بریم سر خط و اون حال خوبه رو در واقع تجربه بکنیم. اگر داریم با بچه‌هامون بازی میکنیم، اگر مهمانی رفتیم دلمون میخواد اونجا باشیم، اما یهو پیامک میاد که به هر حال پیامک جذابی نیست، حاوی مطالبی که شما دوست ندارید، استرس و اضطراب به ما وارد بشه. ما تو یا مثلا تو سفریم، برای من یک چند بار پیش اومده تو سفر هستم و مثلا یه پیامک دریافت کردم که حاوی مطالبی بوده که رد بشم، اونو بذارم کنار، بگم که باشه تو هستی، به تو خواهم پرداخت، من یک روز سفرم که تموم میشه. یعنی به این دلداریای من بگید درسته یا نه آقای دکتر. و من شنبه صبح که رسیدم مثلا تهران میرم این کارا رو انجام میدم. اما اون پیامکه اگر میخواستم بهش فکر کنم واقعا 2 روز سفر منو عملا از بین میبرد. تلاش کردم. اولا که به یه چیز خیلی خوبی اشاره کردیم، یعنی یکی از بزرگترین موانعی که ما الان باهاش مواجه هستیم همین گوشی‌های تلفن همراه ماست. آره والا همه جا باعث میشه که خیلی از مواقع ما اصلا از اون فضا خارج بشیم. داخل یک مهمانی هم که میریم ما نمیتونیم حضور داشته باشیم. حالا یه موقعی شما میگید یه پیامکی میاد که یه پیامک مهمی، یه دغدغه‌ای ایجاد میکنه که خب این بحثش جداست. همون راهکارهایی که میگید راهکارهای خوبیه برای اینکه من فعلا موقتا پروندهشو اینجا ببندم، در اینجا حضور داشته باشم و بعد این پرونده رو باز کنم. ولی خیلی ها اصلا ضرورتی هم نداره ولی دائما در حال چک کردن گوشیشون هستن و این یکی از مهمترین آفت هاست که باعث میشه که شما در لحظه حضور نداشته باشید. و یه نکته دیگه ای هم که وجود داره اینه که اون چیزهایی که در گذشته برای ما اتفاق افتاده یک بار برای همیشه یا خودمون یا با کمک یک درمانگر و یک مشاور این پرونده های باز رو ببندیم. ما بهش میگیم گشتالت ناقص. ببین مثلا مثل اینکه شما رفتید تو اداره نشستید، بعد آدم های مختلف با پرونده هایی که مشکلش حل نشده پشت درن هی دارن در میزنن. شما میخواید مطالعه کنید، میخواید یه کار جدید خاصی تو سازمانتون انجام بدید، دائما دارن در میزنن. آقا به کار ما رسیدگی کن، پرونده من رسیدگی نکردی، 10 ماه من دارم میام، 2 سال من دارم میام، شما به پرونده من رسیدگی نکردی. اینا ما بهش میگیم، اینا میگیم گشتالت‌های ناقص. بله دونه دونه‌شو به بررسی کنیم و یک بار برای همیشه ببندیم. اگه یه شکست عشقی در زندگی بوده، یه جای یه ضرر مالی بوده، یه جای یک گناهی بوده که احساس گناهش دائما با ماست، باید پرونده ها رو ببندیم و زمانی که این پرونده ها بسته شدن حالا میشه مثل کسی که تو اتاق نشسته دیگه هیچ کسی در نمیزنه، حواس ما رو پرت کنه. و بعد برای آیندهمون هم، برای آینده دغدغه هایی که در آینده داریم هدف گذاری بکنیم. حالا یک برنامه ان شاءالله اگر فرصت شد در مورد هدف گذاری صحبت می‌کنیم. هدف گذاری بکنیم، برنامه داشته باشیم، برنامه رو به تیکه‌های خاصی تقسیم کنیم ولی در لحظه حال ما یک کار برای انجام دادن داشته باشیم. همون کاری که توش هستیم مهمترین کار ما باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر. حال ما خوش شد از گفتگو با شما. اگر نکته‌ای باقی مانده در پایان گفتگو از شما بشنویم. بله خواهش می‌کنم. یک جمله بسیار زیبایی بودا داره و ایشون میگه که من هر کاری رو که انجام میدم
فقط همون کار رو انجام میدم. درود بر شما. شاید این در واقع در گفتن ساده باشه ولی در عمل نیاز به تمرین و ممارست داره که ما بتونیم به جای اینکه در گذشته یا در آینده سیر کنیم بتونیم در لحظه حال هر کاری که انجام میدیم رو با تمامیت وجودمون انجامش بدیم. زنده باد. سهراب میگه که زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است. ایشون هم میدونید تاثیرات بسیار زیادی از جناب بودا داشتن در اشعارشون. خیلی متشکرم آقای از شما، خداحافظی میکنم. خواهش میکنم، زنده باشید، خدا نگهدارتون. به خدا سپردمتون و امیدواریم با این راهکارهایی که آقای دکتر گفتن، تکرار و تمرین که بشه عادت و ملکه، بتونیم جلوی این نشخوارهای ذهنی منفی که اصلا هم دوستشون نداریم و درونمون میدونه این رو بگیریم و در لحظه حال زندگی کردن رو تمرین کنیم. خب بفرمایید که شما چند سالتونه؟ مهمه؟ بله. 25. نه 23. و تحصیلاتتون؟ اینم مهمه؟ بله، در اختیار داشتن اطلاعات مراجعه کننده از الزامات اولیه جلسه اول روانشناسی. لیسانس. سال 3 لیسانس. بسیار خوب. در چه رشته‌ای؟ بله. در چه رشته‌ای؟ مهندسی صنایع. و فرزند چندم خانواده هستین؟ اینم جزء الزاماته؟ بله خانم، بله. من از بالا بخوای حساب کنی فرزند سوم، یعنی از پایین بخوای حساب کنی فرزند آخر. تک دخترم. بسیار خوب. بریم سر اصل موضوع. چی شد که ببخشید این میزتون تمیزه؟ بله خانم، بله. خب چی شد که شما تشریف آوردید برای مشاوره؟ من غلط بکنم، اگه به من بود پامم اینجا نمیذاشتم. پس چی باعث شد که تشریف بیارید؟ یه از خدا بیخبری نشست زیر پای پدر مادر من که حتما فلانی، یعنی منو بفرستم پیش روانشناس، پیش شما. کی این پیشنهادو داد؟ حالا بماند، شما چیکار به این کارا داری؟ بعدن خودم خدمتش میرسم. خب در جریان هستید که مشکل شما چیه؟ مشکل من؟ بله. من مشکلی ندارم. اونایی که منو فرستادن پیش روانشناس اونا تک تکشون مشکل دارن. اونا از همه روانشناس لازم ترن. یعنی شما هیچ اطلاعی ندارید که چرا اونا خواستن شما بیاین برای مشاوره؟ ببین، مشاور قبلیه که رفته بودم برگشت به من گفت که شما LCD یه او داشت. OCD. OCD بله. همینو گفت. OCD اصطلاحیه که ما روانشناس ها برای وسواس به کار میبریم. میتونم بپرسم وسواس شما بیشتر در چه زمینه‌ایه؟ کی به شما گفته من وسواس دارم؟ خانم. نه، کی به شما گفته من وسواس دارم؟ خانم شما گفتین تشخیص روانشناس قبلیتون OCD بوده. خب اون یه عالمه حرف دیگه هم زده، حالا این شما چسبیدین به همین ODD؟ من که در جریان نیستم، ایشون چه صحبت خب هایی بگو در جریان نیستم تا خودم کامل برات صحبت کنم. بفرمایید. ببین میدونی چی شد؟ من رفتم پیش این میزو تمیز کردی؟ بله، نگران نباشید. یه بله ذره خاک داره ها. نه میگم تمیز کنم. این دستمال عینکم ولی بعداً نه تمیزش نیازی میکنم. نیست، زحمت نکشید. میتونم دستمو بذارم تمیزه؟ بله بله بله. ببین روانشناس قبلیه که من رفتم پیشش، بنده خدا متوجه شد اونایی که منو فرستادن پیش روانشناس اونا خودشون خیلی نیاز دارن حتما یه سر بیان به روانشناس بزنن و باهاش صحبت کنن، مشاوره بگیرن. و روانشناس به من گفت بنده خدا تو که اصلا چیزیت نیست، تو به این سالمی، دختر به این خوبی، تو چرا اومدی پیش روانشناس؟ کی گفته اصلا تو رو بفرستم پیش روانشناس؟ باید حتما اونا می اومدن پیش روانشناس باهاشون صحبت کنم، تو چرا اومدی؟ اصلا دکتر خودش داشت تعجب میکرد، منم تعجب کرده بودم. ولی همین اون بنده خدا متوجه شد که من واقعا هیچیم نیست و من باید برم خونه به پدر مادر و بقیه‌ای که اون فلانی هایی که اومدن به پدر مادر من گفتن اینو بفرستیم پیش روانشناس، این بیاد پیش روانشناس. حالا به نظر شما من مشکل دارم یا اونا؟ ببینید، من باید مطمئن بشم این اطلاعاتی که شما در اختیار من میذارید حتما درسته. داری میگی که من یعنی دروغ میگم؟ یعنی نه. من دروغگوام؟ نه خانم، اینطور نیست. بذارید از این حرفا بگذاریم. از زمانی که شما تشریف آوردید داخل مطب خب. تا همین الان شما درگیر تمیز کردن این عینکتون هستید. مگه چیه؟ نه واقعا مگه چیه؟ مگه تمیزی بده؟ نه. این که تمیز باشه مگه بده؟ این ببینید. میز شما نگاه، من الان نگاه میکنم مولکولای خاکو دارم روی میز اوکی. میبینم. حالا اجازه بدید. تمیز بودن اصلا بد نیست، اما
تکرار کردن و بیش از حد این کار رو انجام دادن نشونه وسواسه. ببین یعنی دارید شروع میکنید، شما مثل پدر مادر من دارید صحبت میکنید. مگه پدر مادر شما چی میگن؟ چه میدونم، مثلا زیاد میگن دیگه، زیاد گیر میدن. مثلا میگن که چرا مثلا تو دندوناتو با سفید کننده یه لباس سفید میکنی؟ مگه شما این کارو میکنی؟ آره. اگه خواهی دندونات اینجوری سفید سفید بشه، با این خمیر دندونای معمولی که سفید نمیشه که، باید یه سفید کننده یه چیزی بزنی به دندونات سفید بشه دیگه. من فکر کنم این سرفه‌های شما هم به خاطر استفاده از سفید کننده لباس برای شستن دندوناتون باشه، درسته؟ آره چیزی نیست. ببین 3 روز آدم اینجوری میشه سرفه میزنه ولی بعد 3 روز خوب میشی، مشکلی عجب. نداره که. اصلا آقای دکتر میخوای برای شما یه محلول درست کنم با وایتکس و یه چند ممنون. سفید کننده دندوناتون؟ نگاه کن من- برق میزنه. ممنونم خانم، ممنونم. اجازه بدید. ببینید چیزام بیاری من میتونم این میز تمیز کنم. من میگم تمیز کنن، شما زحمت نکشید. بذارید بریم سراغ وسواس. بیاین راجع به این نه مگه من وسواس دارم؟ نه. آقای دکتر چی عصبی دارید نشید، شما؟ عصبی نشید. اجازه بدید با هم صحبت کنیم. نگاه کنید خانم، اگه قرار باشه که خب. وسواس رو بپذیرید و قبول کنید من که وسواس دارید، ندارم. باشه. من وسواس ندارم. همراهان خوب برنامه حال خوب، شب شما بخیر باشه. متشکرم که همراه ما هستید از شبکه تخصصی سلامت. رسیدیم به بخش کار خوب حال خوب. ما در این بخش تلاش میکنیم از حرفه‌های مختلف، کارهای مختلف، مشاغلی که در جامعه وجود داره و حین کار کردن احوالات خوبی هم تجربه میکنن دعوت بکنیم. امشب مهمانان من از جامعه سلامت انتخاب شدن و یک زوج دندانپزشک خوشبخت هستن که علاوه بر اینکه در حوزه پزشکی و کار حرفه‌ای که دارن انجام میدن فعالیت میکنن، کنارش به حال خوب دل خودشون هم پرداختن و میان و در فضاها و زمانهای کافی در واقع به حرکت‌های جهادی هم میپردازن که به هر حال اون لذتی که درش هست با هیچ عایدی مالی شاید قابل قیاس نباشه که حتما خودشون به تفصیل و مفصل برامون خواهند گفت از این حال خوشی که در زندگیشون تجربه میکنن. جناب آقای دکتر رامین غفاری و خانم دکتر محدثه مهرپرور مهمانان نازنین من در استودیو حاضرن. خدمتشون سلام عرض می‌کنم. شب بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان عزیز این برنامه. خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون هستم. زنده باشید عزیزم. ما هم خوشحالیم. آقای دکتر در خدمتیم. بنده هم سلام می‌کنم خدمت سلام. شما و بینندگان عزیزتون. در خدمت هستم. زنده باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه حال خوب. خانم دکتر اگر بخواید برای ما بگید که چی شد که به اینجا رسید ماجرا، از کجا آشنا شدید با آقای دکتر؟ آیا به رشته تحصیلیتون مربوطه یا به این کار جهادی که بهش مشغولید؟ ما هم دانشکده‌ای بودیم، هر دوتامون با هم. حالا کدوم دانشگاه درس می‌خوندید خانم دکتر؟ دانشگاه شاهد. ماشاءالله. خدا حفظتون کنه. ممنون، سلامت باشین. بعد دیگه حالا یه طرح نظر آبی هم هلال احمر اونجا شرکت کردیم. زمان اونجا دانشجویی. بله. آها. سال 97 اونجا باز با هم دیگه بودیم و حالا اونجا آشنایی بیشتر شد و که در سال 98 هم که عقد کردیم و خب الهش الحمدلله. پس چند سالی هست که به هر حال این یا علی رو گفتید و زندگی رو آغاز کردید. خب الان کجا مشغولی؟ چیکار می‌کنید؟ برامون بیشتر توضیح بدیم. ما تو هم تهران مشغول کار هستیم، در مانگاه حالا میریم مطب برادر شوهرم هست اونجا مشغولیم. ایشون هم حرفه شما هستن برادر؟ بله. اخوی هم دندان پزشکم پس. خیلی بله. خوب. اونجا مشغولیم دیگه. و کنارش اون وقت این فعالیت هایی که به هر حال به نام فعالیت های جهادی معروف حضور بیننده های ما هست، یعنی فعالیتی که بابتش به هر حال شاید شما خیلی به سختی بیفتید، مسافرت بکنید اما دریافتی خاصی هم ندارید. از این بگید که چی شد اصلا علاقه‌مند شدید به این حوزه؟ حالا تو هم دانشگاه تو هم سالهای تحصیلمون گروه جهادی بودن، بچه‌ها میرفتن و اینها. ما هم خیلی دوست داشتم که شرکت کنم ولی خب حالا توفیقی نمیشد یا حالا تایمش به ما نمیخورد و اینها. ولی دیگه سال 97 از طریق یکی از دوستان با هلال احمر آشنا شدیم دیگه. اولین اردو جهادی و اونجا شروع کردیم و این آغازی شده دیگه. بعدش هم حالا با گروه‌های جهادی دیگه مختلف هر کار جایی که داشتیم. خیلی خوب. آقای دکتر شما بفرمایید از تجربه‌های خوشی که دارید، از این سفرهایی که کردین، از این کارهایی که فی سبیل الله اصطلاحاً برای رضای خداوند انجام دادید و حالتون خوب شده. خدا رو شکر از سالی که حالا فارغ التحصیل شدیم از محیط تحصیلی
وارد فضای کار شدیم و اون خلایی که حالا شاید فضای مادی یا شرایط حالا متأهلی برامون تأمین نمی‌کرد رو توی فضای جهادی پیدا کردیم و با طرح‌هایی که حالا فرصتی میشد یا اگر فرصتی هم حتی نبود سعی می‌کردیم اون زمان رو خالی بکنیم تا بتونیم که هر دو کنار هم بتونیم توی اون طرح شرکت بکنیم و آورده و اون تجربه و حالا کنارشون دعای خیلی که برای ما خیلی مهمتر بود رو برای زندگی خودمون، برای حال خوب خودمون داشته باشیم. خرید و ذخیره بکنید. خیلی هم عالی. شده یه وقتی با هم به توافق نرسیم بچه‌ها مثلا یه سفری پیش بیاد و شرایط کاری یکیتون اجازه نده بعد بخواید تنهایی سفر بکنید یا نه معمولاً به تفاهم رسید و با هم مشترکاً انجام دادید؟ کم و بیش شاید این اتفاق افتاده باشه ولی سعی کردیم بیشتر با هم دیگه باشیم، به جز حالا یک طرح جهادی که امکان حضور من نبود و حالا خانم چون دوست داشتن تشریف ببرم به تنهایی حالا تشریف بردم با دوستان و عزیزانی که از دوره دانشگاه باشون آشنا بودیم و اون حال خوبی که باز یک نفر باز آورد توی این فضای زندگی متأهلیمون حالمون رو خیلی خوب کردش تا اینکه توی این فضا قرار نمی گرفتیم و توی اون فرصت اجازه داده نمی شد که خیلی خوب. بنابراین شما موافقت کردین همسر تنهایی مسافرت کنن ولی برای شما هنوز پیش نیومده مجوز سفر تنهایی آقا رو بدید؟ تا امروز خیلی. ولی اگه پیش بیاد آره خیلی خوب خیلی خوب. بسیار عالی. از خاطراتتون برامون بگین. این سفرها شده مثلا یه کوچولوی نازنینی بیاد زیر دست شما بخواین کارش انجام بدید یا یه خانومی که مسنه یا آقایی که گرفتار دندون درده یا مدت هاست خدمات دندان پزشکی نگرفته؟ خاطرات که یه حاج خانومی بود، حالا کارشو که انجام دادیم تموم شده بود. حالا جدای از اون که خیلی مردم قد شناسی هم هستن تشکر میکنن. کدوم خطه تشریف برده بودید؟ این خاطرم مربوط به پارسیان بندر عباسه. خیلی خوب. اهالی خوب بندر. بعد دیگه پایان کار که شد وقتی حالا میخواست بره برگشت گفت که بذار من حداقل قبل رفتن شما رو یه بغل بگیرم. عزیزم این حس خیلی خوب بود. حالا جدای از این یه دونم اردو جهادی رفته بودیم در میان خراسان جنوبی. یه خانم به نام گلداده اونجا یه شعری و داخل بیمارستان مثل که سروده بودن تقدیم کردن به کادر درمان. حالا اگه بشه من اون چند بیت بذاریم برای حسن خطاب گفتگومون یادمون نره ولی با شعر تموم بشه فکر کنم خوشمزه تره. شما بازم برامون بگین توی بزنگاه‌های زندگی به هر حال با این همه گرفتاری‌هایی که از دکتر مشغله هایی که داریم مشکلات معیشتی که ممکنه هر قشری گرفتارش بشه خیلی فرق نمیکنه امروز روز با شرایطی که در جامعه مستقره. هیچ وقت فکر نکردید که حالا خوبه دیگه یه مقدار فعالیت کردیم دیگه بسه دیگه بقیه‌شو بپردازیم به زندگی خودو بچسبیم به کار و همینو پیش بریم؟ واقعیتش حالا به خاطر اون تجربه‌ای که سفر اول برای ما داشت و اون حال خوبی که برای ما به ارمغان آورد این اتفاق جوری بود که دوست داشتیم تکرار بشه مثل یک حال لذت بخشی که هر باری که برمیگشتیم حتی اون دلتنگیش هم برای ما لذت بخش بود و دوست داشتیم دوباره اون تکراره برای ما باشه مثل یه اتفاقی که دوست داریم اون تکرارش رو هم حتی ببینیم. منو یاد تجربه مشترک میندازه. حالا به هر حال ما هم در حوزه سلامت یک کوچولو فعالیت میکنیم و این فضای 40 خیلی انگار نزدیک به فضایشون خیلی سخته، بسیار شرایط مشقت باره، خصوصا وقتی مسئولیت قبول کردی جایی داری خدمت میکنی ولی هر سال تشنه تری، یعنی تموم که میشه خدمات انقدر خورد و خمیر و خسته ای ولی برای اون حال خوبه انگار برای تمام تجربه های ریز و درشت این سفر باز دلت تنگ میشه. در کار شما هم فکر کنم این نکات مشترکی داره، درست میگم؟ دقیقاً همینطور هستش. شما هم همین حسو دارین خانم دکتر؟ بله دقیقاً همینه. حالا ما تو جامعه که هستیم با انواع اقسام افراد روبرو میشیم، حالا عقاید مختلف، مثلا تو اون لحظه اون یه فرد عصبانیه، یه فرد مثلا با ویژگی‌های مختلف، ولی وقتی اردو جهادی میری همه یک دسترن، همه واسه یک هدف دارن تلاش میکنن و همدلی و بله به قول شما همدلیه خیلی اون شرایط اون فضا رو دلنشین میکنه
من که شبانه روز و اون آدم سختی، کنار همه و دقیقاً. بعد دوباره صبح علی طلوع میره سراغ اون کاری که براش تعریف شده. دقیقاً اون خستگی و اینا دیگه اونجا زیاد به چشم معنایی نمیاد. پیدا نمی‌کنه. خدشه به زندگی شما وارد نکرده؟ یعنی به لحاظ زمانی یا اینکه شما نتونید در لحظه به حال یه سری فعالیت دارید، وقتی متعهدی در یک مطبی، در یک کلینیک جای مشغول هستید، این سفرها بختتاً پیش میاد گاهی اوقات. این خدشه وارد نکرده؟ سعیمون این بوده که جوری برنامه ریزی بکنیم، هم از یه سمت بار مسئولیتی که توی مطب و درمانگاه داریم با مشکل مواجه نشه، هم این که سفری که داریم میریم خدای نکرده واسمون مسئله و مشکلی ایجاد بکنه. سعی شده، حالا نمیدونم شاید این لطف خدا بوده که اون برنامه جوری چیده میشه که اصلا این اتفاقها نمیفته، انگار شبیه به یک جورچین کنار هم، یک پازل کنار هم قرار میگیره بودن ما توی اون فضا. خیلی خوب. خانم دکتر، پیش اومده که تو این سفرها در شرایطی قرار بگیریم و فکر کرده باشین که مثلا خوب بود ما کنار این درسی که خوندیم و این تخصصی که داریم این کارم بلد بودیم، چون شما تو شرایط سخت حاضر میشین. درسته. پیش اومده یه وقتی فکر کنیم مثلا فلان مهارتم داشتین چقدر خوب بود اینجا بیشتر به کمکتون میومد؟ حالا نمیدونم چه جوری اینو بگم، ولی گاهن اتفاقا جاهایی که میریم، حالا بیشتر واسه خودم به شخصه، کیسایی میان که چالشی هن. یعنی چی؟ یعنی حالا یه یک مدیریت خاصی رو میطلبن تو اون شرایط. حالا امکاناتی که مسلما ما تو گروه جهادی میریم، امکاناتی که هست یه مقدار از مطب و چیز داره محدودتره، ولی واقعا لطف خداست که اون لحظه حالا فکری چیزی به ذهنمون میرسه که قشنگ مدیریت میشه، یعنی این علاوه کار رو انجام میده. بله، یعنی مثلا مریض به نیازهایی اون لحظه احتیاج داره که شما ممکن بر امکاناتی که دارید نتونید اون خدمات رو بدید. ولی تونستید با همون محدودیت کار انجام شد و دست خدا رو خیلی میبینه تو این کار. نه بچه‌ها درست میگن؟ دقیقاً. حتی توی یک اتفاقی که بود و شاید عزیزی که تشریف آوردن، حالا بعد از کار هم خدمت خودش هم عرض کردیم این که جراحی دندان عقل و توی اون فضا و وقتی که دندون خارج شد از محیط دهان، چیزی که عرض شد خدمتشون گفتم واقعا این لطف خدا بود که تونستیم با اون شرایط اتفاق وارد فضای اورژانس و اینها نشدیم و این لطف خدا بود که تونست حالا اون فضا رو برای ما مهیا بکنه که این کار رو بتونیم انجام بدیم. خیلی خوب. آیا تو قصد ادامه تحصیل هم دارید؟ یعنی تخصصی بخواید رشته‌تون رو پیش بگیرید؟ اگر این فضا امکان داشته باشیم و بتونیم همه چیز رو کنار هم داشته باشیم و مدیریت بکنیم، چرا که نه؟ وگرنه ترجیحتون اول شرکت تو این فضاهای جهان. خیلی هم خوبه. خانم دکتر موافق باشید دیگه لحظات پایانی گفتگوی ما با شماست. اون شعری که وعده کردیم خدمت مخاطبین ارجمندمون که شما به هدیه گرفتین، چون فکر می‌کنم که از تیم‌های مختلف پزشکی کنار هم جمع میشید و خدمت می‌کنید. این دوستمون گفتین که خطاب به همه شما برای تشکر در همون فضای درمانی این شعر رو سرودن. قطعاً شنیدنیه. چشم حتما. الهی ای طبیبم زنده باشی، به سر سبز و به دل پاینده باشی، دعایی میگویمت آمین گویند، به روی کار خود پاینده باشی، تا هر کس میکنی او را طبابت، دعایش میشود پشت و پناهت، گلداده میگوید با دلی تنگ، طبیبم زنده باشی تا قیامت. اسمش گلداده بوده؟ خانوم گلداده. خانوم گلداده هر جا که هستی، همیهن نازنین درود بر شما که با این طبع و قریحه جذابت بچه‌ها رو مهمان کردین به این شعر که باعث شده خانم دکتر حفظ کنه، به خاطر بسپاره. حتما برای شما خیلی خواستنی بوده این. نکته اگر مونده آقای دکتر از شما بشنویم، از شما خداحافظی بکنم. خیلی ممنونم از اینکه لطف فرمودید ما رو دعوت کردین. امیدوارم این تجربه شامل حال همه دوستان و عزیزانی که همکار بنده هستند حتما شده و بیشتر از این نصیبشون بشه و خیلی ممنونم مجدد از شما و بینندگان عزیز. سلامت بشین خانم دکتر، خیلی خوشحال شدیم خدمت شما بودیم. من بیشتر ان شاءالله. یه تشکر کوتاه کنم از همه اساتید و معلمای عزیزمون که اگر ما علم و هنری رو میریم تو این اردوهای جهادی به مردم ارائه میدیم، همه آموزه هایی بوده که این عزیزان به ما یاد دادن. انشالله که هر جا هستن پاینده و سربلند باشه. الهی آمین و بلند و درود بر این
حس قدر شناسی شما. از شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم. حالمون خوش شد با گفتگو با شما. زنده باشید. متشکرم. گفتگوی ما رو تماشا کردید با یک زوج دندانپزشکی که علاوه بر کارهای حرفه‌ای که در محل سکونت خودشون و محل زندگیشون دارن، هر از گاهی سری به احوالات دلشون میزنن و با تیم‌های جهادی همراه میشن و ارائه خدمت میکنن به هموطنان نازنینی که در نقاطی از ایران عزیز هستن که شاید کم برخوردارتر هستن از خدمات دندانپزشکی. متشکرم که همراه ما هستید. حال خوب همچنان ادامه داره. تو سلام. چطوری؟ قربان شما. خدا خسته نباشید. صبح اومدیم اینجا کلینیک سریعمون رو راه انداختیم الحمدلله. خدا شکر. بتونیم یه تعداد بیمارم اینجا ویزیت بکنیم. آیا تو حال دلتون چطوره؟ عالی. راضی؟ دوست دارید اینجا رو؟ اگه میشه حالا دلم خوب. مرسی. مریض دارین؟ بله پسر گلمونه. اومده درمون جرمگیری انجام بده اینجا. و جرمگیریش انجام بدیم به امید خدا. و بره و کیف بکنه. از این به بعد یاد بگیره خوب مسواک بزنه. آقای تکلو چه حسی در خدمت زوج پزشک هستی؟ کلچات عالیه اینجا، اصلا فضای جوان کلچات کیان این زوج محترم؟ آقای دکتر غفاری عزیز و خانم دکتر مهرپرور که ما سال گذشته 1 سال و تقریبا 20 روز پیش باز زحمتشون بودیم. باز سعادتی بود که باز زحمتشون داشتیم. خیلی به شکل زوج واقعا بله متفاوته. یه لبخند به دوربین خانم دکتر. بله مرسی. شیرینی ازدواجشون رو بردیم. خیلی شیرینی خوشمزه بود. واقعا لذت بردیم. برام تا باشن این شیرینی ها بخوره. مرسی ممنونم آقای تکلو. یک شب دیگه با معاشرت با شما حالمون خوش شد. خدا رو شاکریم به این احوالی که بر ما گذشت. امشب آقای دکتر به خوبی راجع به انرژی ها، انگیزه ها صحبت کردن. اینکه چطور این انرژی در ما ایجاد میشه، چطور بتونیم اون رو هدایت درست بکنیم و خدای نکرده زمان رو از دست ندیم و مسیر اشتباهی انتخاب نکنیم. و نکته بسیار بسیار مهمی که اشاره کردن و گفتن در بیشتر مراجعینشون این نقص به چشم میخوره، اون عدم پشتکاره بود. یعنی اون استمرار در ادامه یک کاری که حالا تصمیم گرفتیم پیش ببریم. بنابراین کنار هم داشتن این مؤلفه ها به ما کمک میکنه که در زندگی هرچه با انگیزه تر پیش بریم. الهی که اینطور باشه و امید و انگیزه همیشه همراه شما باشه. انرژی کافی داشته باشید برای یک روز تازه که هر روزی که خورشید طلوع میکنه یک فرصت تازه است برای حیات دوباره در این کره خاکی تا زمانی که به اذن خداوند در اینجا زندگی میکنیم. محمد امین بهترین خلق خدا روی زمین فرمود اللهم غیر سوء حالنا با حسن حالک. خدایا با حال خوب خودت حال همه ما رو خوب کن. شب بخیر و خدا نگهدار.